کسانی که اول وقت نماز نخونن نماز نفرینشون میکنه. نماز میگه زیعک الله کما زیعتنی، خدا ضایعت کنه، خرابت کنه، هم که منو خراب کردی، منو ضایع کردی، لذا گرفتارم. میگه آقا من هر چی میزنم نمیشه، این کار اون کار. ما نماز نمیخونی اول وقت، بابا ننت ازت ناراضیان. من میپرسه میگم بابا شاید نماز اول وقت نمیخونی؟ هی میان از مولاها میپرسن که آقا چرا من هر چی میزنم نمیشه؟ مولا که نماز اول وقت نمیخونی، نماز نفرین کرد. دو نفر ملعونن، یکی کسی که مغرب اینقدر نمازشو دیر بخونه که آسمون پر چی بشه؟ ستاره. صبح اینقدر دیر بخونه که آسمون دیگه ستاره پیدا نی، نزدیک آفتابه. ملعونه، یعنی از رحمت خدا به دوره. آی مردم ببینید وظیفه دینیتون چیه، او کارو بکنید، ولو مردم نکنن بکنید. مبادا یه وقتی تا ساعت 12 شب تو مسجدا باشید، پا منبرا و هیئتا سینه بزنید، قرآن بخونید، ناله بکنید، زیارت حضرت عبدالعظیم برین، زیارت قم برین، اما خدایی نکرده نمازتون رو نخونده باشید. آقا امیرالمومنین میگه هر کی گفت من شیعم فوری باور نکنین ها. اگه دو تا صفت درش بودی راست میگه شیعت، اگر نه اول محافظت و اوقات صلات. ببینید اینی که میگه من شیعم میگه مواظب نمازش هست یا نه. اگر کسی گفت من شیعم اما نماز مغرب و عشاء ساعت یاد بخونده، اگه یک کسی گفت شیعم نماز ظهر عصر شدم غروب خونده، اگر یک کسی گفت شیعم نماز صبحشو نخونده، این دروغ میگه. علی میگه دروغ میگه. شیعه مواظب وقت نماز. ابو بصیر میگه وقت وفات امام صادق من مدینه نبودم، رفتم مسافرت، از مسافرت برگشتم مدینه، یه وقت شنیدم رئیس مذهب امام صادق از دنیا رفته، اومدم در خونه امام صادق درس دادم که به بیبی ام حمیده تسلیت بگم. به بیبی گفتم بیبی جان ای وای نبودم مدینه رئیس مذهب از دنیا رفت، بفرمایید ببینم این چند روز آخری که من نبودم آقا جندان حرف تازه‌ای هم زد که من نشنیده باشم. بیبی ام حمیده فرمود یه مطلب مهمی گفت امام صادق. گفتم چی گفت؟ گفت روزای آخر امام صادق فرستاد قوم و خویشاش جمع شدن، گفت آی قوم و خویشای من، آی اقربای من، آی فامیل من، به خدا قسم مردم امام صادق قسم میخوره، قسمم نخوره راست میگه به خدا قسم فردای قیامت به شفاعت ما خانواده نمیرسه کسی که تو دنیا نمازشو سبک بشماره. نمیگه من ترک الصلاة هر که نماز نخونه ها، میگه من استخف به الصلاة هر که نماز سبک بشماره. میگه آقا تا غروب وقت داریم، آقا جان نماز ظهر تو تا عصر وقت داری، اما اگه عذر داشته باشی بدون عذر شرعی اصلا جایز نی آدم نماز رو تأخیر بندازه. چرا این بابا میکنی ای پادو با هم میگردونی نماز نمیخونی تا غروب؟ نمازمون رو درست بکنیم به چیز دیگه احتیاجی نداریم، خود نماز بقیه رو درست میکنه. فقط کافیه شما سر اذان تا اونجایی که میشه ول کنید، پاشید نماز بخونید، یکی یکی بدیهات وجودتون از بین میره. نبین اذان برای همه است، اذان برای توه، پیغام خصوصی تو برو. خدا الان گفته من برم ببینم چیکارم دارم. به من گفته الان تو بیا نماز بخون. چرا ما به همدیگه نگاه میکنیم برای نماز خوندن؟ مستقل باشیم، رو پای خودمون بایستیم. چی داری خودتو میکشی 2 دقیقه میخوای به سمت من بی؟ برو اصلا راحت باش، آسوده شو جانی مکن. تو از دوستان خاص ما نیستی. اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن، اون وقت مردم شهرت به تو لبخند زدن گفتن تو آدم خوبی هستی، خوشحال باش. مردم شهرت برگردن بی خود به تو بگم تو آدم بدی هستی، ناراحت میشی. تو چیکار به حرف مردم داری؟ کسی از دوستان خاص ما که اینقدر مستقل باشه، خودش محکم باشه دیگه، چیکار داری کسی درسش بگیره یا نگیره؟
مستقل بودن رو کجا تجربه کنیم؟ اونجایی که یه دفعه همه مهمونا نشستن تو خونه، الله اکبر من کار دارم، نماز بخونم. آخه مهمونا بده، آخه اینجا ناجور ضایعه، اینا چی میگی؟ حتی نمیخواد دیگرانم دعوت بکنید، بگید ببینید شما این میوه رو میل بفرمایید، اینم یه مطلبه، اینم یه روزنامه، من 2 دقیقه کار دارم بعد برم برگردم. کجا داریم میرید نمازم اول وقت بخونم؟ من بنده هستم، من عبدم، فرمان داده ارباب من مثل شما آزاد نیستم عزیز دلم، فدات بشم. آقا چرا من نماز بخونم؟ اون نمیخواد، شاید بنده ضعیف خدا، تو چیکار داری؟ سر نماز دعاشم بکن، برگرد بهش لبخند بزن، چیکار داری؟ کار تو اثرش رو خوب میگذاره، میگه عجب آدم مستقل، چقدر برسه. نماز عشق بازی با خدا نیست فعلا، نماز عشق بازی با خدا نیست ابتداءً. نماز ابتداءً چیه؟ مؤدب شدن است. نماز ادب رعایت کردن، وای نفسا بلند شو، گفت اذان برکن کارو، نترس از نماز، در نرو، دنبال شیرینیش نباش که اگه دنبال شیرینیش باشی میگه هر موقع شیرین شد میخونم، تلخیشو بپذیر. شرط این که نماز به آدم ادب بده اینه که آدم بپذیرتش. حال نداشتی بلند شو وایستا محکم نماز رو. دیدی وضو رو داری تون میگیری بگو صبر کن، آرام وضو بگیر، از اول با خودت لج کن. اینو بهش میگن جهاد با نفس. جهاد با نفس برای عبادت مثل نماز چقدر شیرین خواهد بود. جهاد با نفس نمی کنه برای نماز، با خودش در نمیفته، کلنجار نمیره. وقت میگه خدا امام زمان ما رو به ما برگردون. او آقا که بیاد که تو باید بری جهاد. تو 2 دقیقه وقت برای خدا برای نماز نمیدی، میخوایی بری پا رکاب حضرت جون بدی برای خدا. میگه من هر چیز کنترل چشمم نمیتونم، اونی که میاد میگه من کنترل زبان نمیتونم، اونی که میگه نمیدونم، هر چی میگه نمیتونم. حال اینه که یه کار میتونست انجام بده انجام نداده، اونم اینه که به وقت بلند شه بگه الله اکبر. خدا که دارن به تو میگن منو صدا بزن به جواب بدم، سرت انداختی پایین داری میره میخوای تکبر کنی به من. حالش ندارم مگه باله که حال داشتی با جای سراغه. نماز را خدا به گونه ای قرار داده است که اکثرا هنگام اذان دلمون نمیخواد همون لحظه بلند شیم نماز بخونیم. اگه پا رو دلت گذاشتی به خاطر خدا کم کم سنگ دلت باز میشه. وقتی نماز خوندن شروع میکنه انسان رو رشد دادن، اون وقتی نماز چرک روح آدم رو میگیره که لبه زبر نماز بیاد روح تو بسامه. نشستی غرق بازی، غرق کار، غرق استراحت، الله اکبر، حالت گرفته شد، مؤذن اذان گفت بلند شد تا آدم شد. عزیزان نماز یادتون نره شهید عباس بابایی که فرمانده نیروی هوایی، ایشون در 21 سالگی میره تگزاس آمریکا برای گرفتن خلبانی. رفیقش میگه تو هر این پایگاه نیروی هوایی شهر تگزاس تو هر اتاق یه آمریکایی ایرانی گذاشتن که اون مسیحی ایرانی رو مسیحی کنه. میگه همون روز دوم رفتم اتاق عباس زمان شاه، دیدم یه نخ کشیده وسط اتاق. گفتم عباس این نخه چیه؟ گفت چی به این مسیحه؟ گفتم شیعه میشی؟ گفت نه. گفتم پس اتاق اون 2 تا بشه، این ور تناب مال من، اون ور تناب مال تو این ور نیا منم اون ور. 6 سال خلبانی میخونه فقط به یه جرم که نماز میخونده و اون آمریکایی هی آپورت میداده که این هر شب یه گل خشک میذاره تا صبح پیشونی میذاره روی گل خشک گریه میکنه.
میگه روزی که رفتم اتاق فرمانده نیروی هوایی که حکممو بهم نده و بگه چرا حکم بهت نمیدم، وارد اتاقش شدم دیدم که نیست. وقت نمازه، بخونم یا نه؟ میخونم. مهر رو گذاشتم رو زمین، الله اکبر اومد تو. بشکنم نه بابا نمیارزه. نماز اول وقت، نمازم خوندم دیدم داره میخنده. گفتم چرا میخندید فرمانده؟ گفتش که تو همین کارا رو میکنی؟ گفتم آره. گفت چیه این کار؟ گفتم هیچی، ما یه خدا داریم یه برنامه داده، روزی 5 بار باید جلو خدا اینجوری کمر خم کنیم، صورت رو خاک بگذاریم، سر این ساعت این تایم تا این تایم اینجوری، یه رکوع 2 سجده و گفت عجب خدای محکمی دارید شما، باریکالله. مهر رو برداشت کوبید با حکم ما. مؤمن هیچ کار خیری را هم از روی خجالت و حیا ترک نمی کند. به بعضی میگن آقا چرا فلانجا نمازتون رو نخوندید یا نافلتون رو نخوندید یا نماز اول وقت نخوندید؟ میگن خجالت کشیدم. نه، از روی حیا هیچ کار نیکی را ترک نکنید، چون خواهم گفت که متظاهر است. بگه خواهم گفت خود شیرین کند. بگه اگر حرفی حق است، اگر کاری خوب است، اون را به خاطر ملاحظه دیگران ترک نکن. این که حضرت آقای قاضی می‌فرمودن حتی نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده؟ نه، اگه نماز رو سوال میکنن که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را، این که چیزی برس مراد شد. وقتی چیزی برس میداد که بگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکویناً، شیئا فشیئا روز بروز میره بالاتر. از برکشد فریاد را، تیشه‌ای فرهاد را، این دل قاضی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. این اذان است یا صدای پای یار، این نسیم است یا نوای جویبار. پر کنید از شهایش شتان، تا کند با نغمه مدهوشتان. گر نوایش بر لب زاب و بود، از سماعش عالمی نابود.